دوستان عزیز سلام. امروز میخوام شما رو با خودم به یکی از خاص‌ترین جاهایی که توی سفرهام دیدم ببرم. جزیره هالونگ بی در ویتنام. اینجا یکی از زیباترین شگفتی‌های طبیعیه که هر کسی حداقل یه بار تو زندگیش باید ببینه. اول از همه از کاپیتان قایقمون براتون بگم که یه آدم خیلی خوب و دوست داشتنی بود. از همون اول که وارد قایق شدیم با لبخندش به همه خوش آمدید گفت. انگار سالها بود این آبها رو می شناخت و باهاشون زندگی کرده بود. وقتی قایق رو هدایت می کرد خیلی آروم و حرفه‌ای بود و هر جا منظره خاص که می دید قایق رو نگه می داشت تا ما بتونیم لذت ببریم و عکس بگیریم. حتی از داستانهایی که از این منطقه برامون تعریف کردم خیلی لذت بردیم و جالب بود. وقتی به جزیره میمونها رسیدیم خیلی هیجان انگیز بود. این میمونا واقعا شیطون و بامزه بودن. از درختها بالا می رفتن و به قایقها نگاه می کردن و انگار دوست داشتن با آدمها بازی کنن. حالا یکم جلوتر که میریم جایی هستش که میمونا اونجا بازی میکنن. یکمی دیدنشون سخته و دقت خیلی زیادی میخواد. دوستان عزیزم میخوام ببینم کدوماتون باهوشترین و اون میمونا رو میبینید زودتر. جایی که میمونا بازی میکنن همینجا هستش. اگه شما میمونی میبینید باید بر من کامنت بذارید. این خیلی مهمه که کامنت بذارید میمونه چه رنگی بود. چون تو این جزیره میموناش رنگای خاصی دارن. بعدش میرسیم به جزیره تیتاب. اینجا یه تپه داره که میتونید با یه پیاده روی کوتاه برید بالا و از اونجا کل خلیج رو ببینید. منظره‌ای که از بالا میبینید واقعا نفسگیره. آبهای سبز زمردی، صخره‌های بلند آهکی و قایق‌هایی که آروم روی آب حرکت میکنن. انگار توی یک کارت پستال واقعی ایستادی. یه بخش دیگه ای از این سفر که خیلی خاص بود بازدید از غارهای هالونگ بی بود. وقتی وارد غار شدیم انگار وارد یه دنیای دیگه شدیم. قندیل‌های آهکی که توی سالهای سال شکل گرفته بودن. واقعا مثل آثارهای هنری طبیعی بود. نورهایی که توی غار انداخته شده بود زیبایی این قندیل‌ها رو چند برابر می‌کرد. هر گوشه غار یه منظره متفاوت و شگفت انگیز داشت که آدم رو محو خودش میکرد. تو این جزیره شنا کردن و قایق سواری هم یه مزه دیگه‌ای داشت و تجربه دیگه‌ای بود. نسیم خنکی که از روی آبا به میورزید حس بی‌نظیری داشت و این فوق‌العاده بود. این سفر پر از خاطره‌های خاص و به یاد موندنی برام گذاشته. قایق سواری امروز بخشی از تور هالونگ بی ما بود که ما رو آوردن گروهی تا از این طبیعت زیبا لذت ببریم و دیدن کنیم. امروز ما از جزیره میمونها و تیتاب دیدن کردیم و پیاده روی کردیم بالای صخره ها و از میمونهای شیطون و زیبای این جزیره هم دیدن کردیم. یه داستان خیلی جالب و قدیمی پشت جزیره هالونگ بی هست که میخوام براتون بگم. هالونگ بی یعنی اژدهای فرود آمده و به یه افسانه قدیمی ویتنامی میگن که خیلی سالهای پیش وقتی دشمنا از دریا به ویتنام حمله میکردن امپراتور یشم یه خانواده اژدها رو از آسمون فرستاد تا مردم رو نجات بدن. این اژدها سنگ‌ها و جواهرات زیادی رو از دهنشون به دریا انداختن که این سنگ‌ها تبدیل به صخره‌ها و جزیره‌های خلیج شدن.
این صخره ها جلوی دشمن ها رو گرفت و مردم رو نجات داد. بعد از جنگ اژدها تصمیم گرفت همینجا بمونن و از سرزمین محافظت کنن. به همین خاطر اسم اینجا رو هالونگ بی گذاشتن، یعنی جایی که اژدها فرود اومده. این داستان باعث شده که جزیره هالونگ بی یه جای خاص و افسانه‌ای باشه که مردم خیلی بهش افتخار میکنن.